میخوایم یکم برگردیم عقب، زمانی که نه اسنپ و تپسی وجود داشت و نه هیچ تاکسی اینترنتی دیگه‌ای. یعنی قبل از سال 92، زمانی که نیاز به تاکسی داشتی تا سر کار بری، مهمونی بری یا حتی دانشگاه و مدرسه بری، دو تا راه بیشتر نداشتی. یا باید توی صف‌های طولانی و شلوغ تاکسی‌های خطی وای میستادی، یا اینم که باید از آژانس‌های تلفنی استفاده می‌کردی که بیشتر اوقات ماشین نداشتن. یا توی محدوده‌های تر و بعضی از مسیرهای شلوغ رو نمی‌رفتن. تازه اونم با کرایه‌های خیلی بالا که اصلاً برای استفاده روزمره به صرفه نبود. من محمد هستم از چنل پرشین ایکس. اگه از محتوای چنلمون خوشتون میاد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم فعال کنید که وقتی ویدیوی جدید گذاشتیم با خبر بشید. دی ماه سال 1392 اسنپ به طور رسمی کارش رو شروع کرد. اوایل کمتر کسی به تاکسی‌های اینترنتی اعتماد داشت و همه بیشتر ترجیحشون به همون تاکسی‌های خطی یا نهایتاً آژانس و تاکسی‌های تلفنی بود، با اینکه هزینه و زمان بیشتری ازشون صرف میشد. و میشه گفت عملاً از سال 95 به بعد رشد صعودی اسنپ شروع شد. اما رفته رفته با بالا رفتن قیمت‌ها و افزایش کرایه‌ها، اسنپ به صرفه‌ترین و سریع‌ترین نوع حمل و نقل شد. یعنی با نصف پول تاکسی‌های تلفنی میتونی از این سر شهر بری اون سر شهر. شاید بپرسید مؤسس اسنپ کی بوده، یا بهتر بگم کیا بودن. اوایلش حتما با خودتون میگید حتما یه فرد ایرانی بوده دیگه. اما باید بگم که اصلا اینطور نیست. مؤسس اسنپ 2 نفر بودن که یکی از اونها به اسم ایادالکسار بود که یک جوان عربستانی آلمانی بوده و اون نفر دیگه هم که اصالتا اماراتی بوده اسمش محمد الفوز بود که این 2 نفر از قضا با هم دانشگاهی بودن و رفیق هم دیگه بودن. حالا اصلا جرقه‌ای به وجود اومدن اسنپ چی بود؟ قبل از این که اینو بگم باید بگم که تاکسی اینترنتی قبل از اینکه اسنپ تو ایران به وجود بیاد توی آمریکا تأسیس شده بود و اسمش اوبر بود و در حال حاضر بزرگترین تاکسی اینترنتی تو جهانه که توی 66 کشور و 570 شهر در حال فعالیته. جا داره که بگم مدیر عامل این شرکت بزرگی فرد ایرانیه به اسم دارا خسروشاهی. حالا جالبه با این وجود بعضیا فکر میکردن که تاکسی اینترنتی اولین بار توی ایران درست شده. خب حالا از بحث خودمون دور نشیم. میخواستیم جرقه‌ای به وجود اومدن اسنپ رو ببینیم که چی بوده. یه روز اون 2 نفر یعنی ایاد و محمود به ایران میان و وقتی که میخواستن تاکسی بگیرن، طبق عادت همیشگیشون وقتی که میخواستن تاکسی اینترنتی بگیرن متوجه میشن که اصلا همچین چیزی توی ایران وجود نداره. و همونجا بود جرقه درست کردن تاکسی اینترنتی توی ذهن ایاد و محمود میخوره. و اسنپ اولین بار توی سال 92 با اسم تاکسی یاب و بعد با اسم کنونی یعنی اسنپ ثبت شد. 3 سال بعد توی سال 95 ایرانسل 20 میلیون دلار در اسنپ سرمایه گذاری میکنه و حدوداً 60% از سهام اسنپ رو میخره. میشه گفت در واقع نقطه عطف و لحظه شروع قدرت اسنپ هم از اینجا بوده. توی همون سالهای اول هم یه رقیب جدید واسش پیدا شده به اسم تپسی، ولی تا به امروز رقیب قدرتمندی براش نبوده و همیشه اسنپ توی همه آمارها بالاتر از اون بوده. حالا میخوایم یه سر به رکوردهای عجیب غریب اسنپ بزنیم. بیشتر از 81 میلیون سفر اسنپ ماشین و باکس ثبت شده. این عدد یعنی اینکه اسنپ راهش رو درست رفته و بین مردم خوب جا افتاده. راننده های اسنپ تا به امروز بیشتر از 3 میلیون نفر هستن که این واقعا عدد بزرگیه. جالبه بدونید که اسنپ اول فقط با 10 تا راننده شروع کرد. اینجاست که میگن با هر چی که هست شروع کن و بعد تبدیلش کن به بهترین خودش. حالا فکر میکنی بیشترین هزینه‌ای که یک نفر برای اسنپ کرده چقدر باشه؟ باید بگم که یه نفر تو سال گذشته 172 میلیون هزینه اسنپ داده و حدوداً 8500 تا سفر داشته. حالا فکر میکنید پردرآمدترین راننده اسنپ کی بوده؟ یا آقایی بوده که 675 میلیون از 8798 سفری که داشته توی یک سال تونسته کسب درآمد بکنه.
حالا بریم سراغ عجیبتری و بیشترین هزینه‌ای که یک نفر میتونه برای غذا به اسنپ فود بده صحبت کنیم. توی سال گذشته یک نفر مجموعاً 1,961,000,000 از 9,000 سفارشش از اسنپ فود غذا سفارش داده. واقعاً مغز آدم سود میکشه. فکر کنم هر شب یا پیتزا میخورده یا کباب. حالا میدونی گرونترین سبد اسنپ فود توی یک خرید چقدر بوده؟ یه فردی 69 میلیون توی یک خرید از اسنپ فود غذا سفارش داده. جالبه که بدونید بعد از خدمات تاکسی و غذا محبوب ترین بخش اسنپ نونوایی بوده و جالبتر اینه که سرویس کافه زیاد برای مردم محبوب نبوده. شما هم توی کامنت ها بگید بیشترین هزینه‌ای که به اسنپ دادید برای چه سرویسی بوده و چقدر بوده. اون دو نفر رو یادتونه، ایاد و محمود، بهشون لقب ایلان ماسک خاورمیانه رو هم دادن که واقعا این لقب بهشون میاد چون ایران با اومدن ترامپ به تحریم‌های سنگینی خورده و همه هزینه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و اسنپ با قیمت‌های خوب و منطقیش تونست کلی مشتری رو به خودش جذب کنه. هرچند که الان دارید این ویدیو رو میبینید انقدر گرون شده که دیگه بازم به صرفه نیست و یه جورایی این چند سال فقط داشته مشتریاشو جمع می‌کرده. الان هم تنها تاکسی اینترنتی توی کشور ما فقط اسنپ و تپسیه و راه دیگه نیست، باید کنار اومد. امیدوارم از مطالب لذت برده باشید و تونسته باشیم که نگاه شما رو داشته باشیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. با امید دیدار.